سلام، علی تهرانی هستم و با یک ویدیو جدید در خدمتتون هستیم. درس امروزمون راجع به در ادامه کار کردن با API ها هست. اگه خاطرتون باشه تو در دو تا درس گذشته از این ماژول خدمتتون عرض کردیم که API چی هست، به چه دردی میخوره، چرا API داریم و چند تا مثال دادیم از برنامه هایی که از API استفاده میکنن. یکی از جاهایی که APIش باز هست هنوز و خیلی قابل استفاده هست و خیلی برای ما کمک کننده است، تلگرام. یه مثالم از اگه خاطرتون باشه از بات تلگرامی درست کردیم که به درد روزنامه‌نگارا میخوره. اونم این بود که میرفت از RSS فید چند تا از خبرگزاری‌ها اطلاعات رو میگرفت میورد میذاشت اونجا. با عنوان یه مثال، شاید خیلی کار به درد بخوری نکنم و بالاخره کاریه که از API تلگرام استفاده میشه. توی این قسمت امروز چند تا مثال دیگه میدیم، اما اگه خاطرتون باشه با یکی از API ها که مربوط به گرفتن پیش بینی وضع هوا بود یا اطلاعات مربوط به هوا قبلا کار کردیم. اون دوتا رو سعی میکنیم با هم دیگه ترکیب بکنیم که یه در واقع مثال جامع تری از اون به دست بدیم. خیلی خب، مثل همیشه خیلی ساده، جوپیتر نوتبوک، میریم سراغ درس امروز. API و درس مثال هایی از بات تلگرام. اوکی، این در واقع ادامه درس قبلیه دیگه. خب ما یه سری مثال، من خیلی در جزئیات کدایی که نوشتیم امروز نمیرم، اینا بیشتر برای یه سری مثال هایی که به شما دادیم که باش بازی بکنید و کار بکنید و تغییر بدید و فقط به خیلی از یه سطح بالاتر فقط راجع به مفاهیم اصلی که نیاز دارین توی اون نگاه بکنید حرف میزنید. هدف اون بیشتر از این درس ها اینه که وقتی همچین چیزی میبینیم ازش نترسیم، بریم سمتش، بخونیم، تحلیلش بکنیم، ببینیم که چه اطلاعاتی داره جمع میکنه، چه اطلاعاتی داره استفاده میکنه، چجوری میتونیم اگه قرار باشه روش گزارشی تهیه بکنیم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم و در واقع یک نگاه چند وجهی به سوژه خبریمون داشته باشیم که حالا در واقع کد هم در یکی از نوشتن و تحلیل کد هم یکی از ابزارهایی هست که تو جعبه ابزارمون هستش. همونجور که قبلا هم عرض کردیم، ربات‌های تلگرامی خیلی میتونن به درد بخورن برای خبرنگارا در جای مختلف. این یکی از مواردش هستش، جمع‌آوری داده. ربات‌های یا بات‌های تلگرامی میتونن جمع‌آوری داده رو انجام بدن یا مثلا یه نظرسنجی درست بکنن یا کارهایی از این دست بکنن. میگم من در جزئیاتش نمیرم. دومیش ترویج محتواست. میتونیم یکی از کارا شبیه همون کاری که قبلا انجام دادیم، یه پستی رو بگیریم منتشرش کنیم ببینیم چجوریه. همه اینایی که داریم اینجا کدایی که حرف میزنیم همشون یک در واقع فانکشن یا یک مجموعه از کار رو تعریف میکنن. اون DEF که میبینیم رنگ سبز هست در واقع کارش همین هستش. ربات‌های پرسش و پاسخی، ربات‌های در واقع چیزایی از این دست. خلاصه استفاده های مختلف دارن. حالا متن رو که خیلی ساده میتونیم بخونیم و بریم جلو. اما یکی از کارهای دیگه هم که حالا بریم سر بعدی راجعش حرف بزنیم. ما یه سری اگه خاطرتون باشه یه سری کتابخونه ها حرف زدیم، صحبت کردیم، گفتیم که یه سری از API ها مستقیم باهاشون در تماسیم، یه سری از API ها میتوانیم از یک سری کتابخونه های از قبل آماده شده استفاده بکنیم برای اینکه باهاشون حرف بزنیم و تلگرام یکی از اونها بود. خب برای این کد امروز اون از دو تا کتابخونه استفاده بکنیم. یکی تلگرام EXT هست و یکی که خود تلگرام هستش. از چند تا در واقع کتابخونه دیگه هم استفاده میکنیم که من در جزئیاتش نمیرم برای نوشتن این برنامه خاص. اما به صورت ساده اگه بخوایم بگیم چی هست اون کتابخونه سوم Asynchro، این در واقع یه محیطی رو فراهم میکنه که ما بتونیم چند تا کار رو با هم بکنیم، چند تا کار رو همزمان با هم دیگه بکنیم. در همین حد توضیح بدیم و خیلی ساده دیگه
خاطر اون هست دفعه پیش چیکار کردیم، رفتیم از بادفادر که توکن گرفتیم، اون توکن رو آوردیم گذاشتیم معرفی کردیم که بتونه کدمون با تلگرام حرف بزنه. بر اساس این کد ما میدونه که با کدوم قسمت تلگرام باید حرف بزنه. دیگه من وارد جزئیات این کد نمیشم. اینو در این حد بگم که ما اومدیم یه بات تلگرامی ساختیم از API که اون دفعه گرفتیم، از یه تو ویدیو قبلی از یه دسترسی به API رو فراهم کردیم با ساختن یک حساب، از اون استفاده میکنیم و اومدیم این بات تلگرامی رو بر اساس اون API ساختیم که چیکار بکنه، که اطلاعات مربوط به وضع هوا در شهرهای مختلف رو به ما بده. این در واقع هدف این تلگرام هست. خب اکیوودر بود اگه خاطرتون باشه اسمش، که داریم اونجا ازش میگیریم. تلگرام توکنش هم که براش تعریف کردیم، اونو رفتیم گرفتیم، همون رو برداشتیم آوردیم اینجا. میتونیم یه بات جدید از باتفادر بخوایم خلق بشه، ولی اینجا الان ما این کار نکردیم، برای اینکه از همون بات خبرخوان که اگه خاطرت خبرگیر بود، خبرخوان بود، چی بود اسمش یادم رفته، اگه از اون همون API که از اون بود رو برداشتیم کپی کردیم آوردیم گذاشتیمش اینجا. حالا الان وقتی میاد بالا میبینید اسمش خبرخوان، ولی اینو عرض میکنم که گیج کننده نباشه. بعد دیگه اکیو نیاز داریم با تلگرام حرف بزنیم، نیاز داریم با اون API حرف بزنیم، بنابراین 2 تا کلید API نیاز داریم که الان اینجا وارد کردیم. زبانمون هم که فارسی ایران هستش و دیگه شروع میکنیم. اون قسمت اول لاگینگ در واقع داره میگه که چند تا لاگ میکنه، چیزایی از این دست. بعد ما فرامینی که میخوایم توی تلگرام برامون انجام بده رو اینجا نوشتیم. خب حالا این کد رو ران میکنیم، میریم با تلگرام باهاش حرف میزنیم ببینیم که چه شکلی میشه. ببینید اینجا مسیج اول اینه که نام شهر رو وارد کن. حالا نام شهر رو وارد میکنیم ببینیم چه جوری میشه. ببینید اسمش خبرخانه هم قبلی است که ما چیز کردیم. یک شهر، این که شهر خاورمیانه است، اطلاعات جغرافیایی هم به اون میده. تاریخ امروز، تاریخ و ساعت امروز الان داره به اون میده. وضعیت هوا احتمالاً بی آب و دم گرمازدگی در مدت روز سه شنبه. کمینه هوا خیلی دیگه فارسی شده 28.3. بیشینه هوا 37.8. خب به همین راحتی این کارو یه شهر دیگه هم میتونیم بهش بدیم، مثلا شیراز، ببینیم چی میشه. تاریخ امروز شنبه، کمینش شیراز که کمی مثل که حداقل هواش خنک‌تره، وگرنه شبیه تهرانه. یا مثلا یه شهر جدید بهش بدیم، مثلا ساری، یا مثلا 24.37.2. اوکی. به همین سادگی من این قسمت کد رو دیگه وارد جزئیاتش نمیشم. اینجا متنایی که ما وارد کردیم رو میبینیم. لزومی نداره این متن‌ها رو به صورت هارد کد اصطلاحاً وارد متن بکنیم، یعنی اینجوری بنویسیم. میتونیم همه اینا رو توی فایل دیگه بنویسیم و اون فایل رو ایمپورت بکنیم، اون فایل رو در واقع بیاریم توی این محیط که اگه بعدا خواستیم ترجمهش بکنیم راحت تر باشه، یه لول در واقع ابسترکشن بهش اضافه بکنیم، کمی بیاریمش بالاتر. خیلی کارهای مختلف می‌کنیم، ولی اینا رو ما از عمد اینجوری نوشتیم که شما دقیقاً بدونید چه اتفاقی افتاده، به زبان ساده‌تر نوشته باشه که اینجوری ببینید چه اتفاقی افتاده. اون جایی که async definition هست رو اینجوری در نظر بگیریم که ما داریم یک ساختاری رو تعریف می‌کنیم که به صورت همزمان به چند تا مشتری جواب بده. اینجوری در این حالت ببینیدش. هر وقتم اون پایینم یه get location URL داره که میره از اونجا میگیره اطلاعات رو از اون اکیوودر، در واقع از اون وبسایت اکیوودر میره این اطلاعات رو میگیره.
دیگه من وارد جزئیات این خیلی نمیشم. سعی کنید تا اونجا که میتونید اون جاهایی رو که به نظرتون خیلی ساده میاد اول عوض کنین، ببینید چه شکلی میشه، باش هی تمرین کنین ببینید چه جوری میشه. بعد جاهایی که یه کمی عجیب تر شد اونا رو عوض بکنید. و در مرحله آخر بسیار اطلاعات هستش توی اینترنت برای اینکه چجوری یه بات تلگرامی بنویسیم. اونها رو بیارین شروع کنین توی این پروسه ازش استفاده کردن. غیر از این حرف جدیدی ندارم. و اینو با این ویدیو رو با این تموم بکنیم که گفتیم از API ها استفاده های متفاوت داریم میکنیم. اینجا الان ما از 2 تا API استفاده کردیم که اکیوودر از و یکی از تلگرام. اومدیم یه کدی نوشتیم که با هر دوی اینها حرف بزنه، یه اطلاعاتی رو از یه جایی برداره بیاره به یه جای دیگه منتشر بکنه. امیدوارم خیلی سردرگم کننده نباشه. ما اینو بیشتر به عنوان یه مثالی دادیم فقط برای اینکه ببینیم چه کارهایی میشه کرد و چه تغییراتی میشه در کد انجام داد. شب و روزتون بخیر باشه و با ویدیوی بعدی در خدمتتون هست.